دو طایفه مردم میتوانند نه حج کنند نه طاعت عبادت. حج اونا قبول است. همه اولا آنهایی که پدر و مادر خود را مهربانی میکنند، خدمت میکنند، مخصوصا در ظرف سال کلان سالی خدمت میکنند، نگاه بینشان میکنند و داینه که آنها را میگیرند میتونند حج نروند. آن از شخصی و یا آن اشخاصی که دانشمندی که از ایجادیات اون ویم که اثر آفرید است، دانشمند به درجه هست که از تعلیمات آن دیگر فردان تعلیمات میگیرند، راه درست حیات زندگی خود را معین بسازند، یعنی بهره میبرند. چندی بار تاکید کردم در وقت قبول قانونم که هر یک انسان این رکنهای شریعت دین مبین اسلام است. در قید حیات بودن، در وقت در زندگیش با دست خودش کارهای عمل ثواب و خیر را انجام دهد که در آنه که میگوین در آن دنیا در وقتی کاسه اعمال را برکشیدن در ترازو برمیکشند، بعدی مردن چی کار میکنیم؟ گاو میکشیم، اسب میکشیم، شتر میکشیم، هیچ معنی نداره.